بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، پس از آنه که خیلی زیاد از شمایان از من خواستید که مخصوص درباره عمره زنها نوار داشته باشم، امروز خواستم درباره عمره زنها همراهتان مفصلا و ملخصا صحبت داشته باشم. اولا هر خواهری که سفر عمره دارید، خوش به حالتان که پروردگار برای شما این عبادتش را نصیب کرده ایستاده است. این عبادتش را، چون عمره عبادت است، نه یک سیر و گشت است، نه یک رفته دور زده آمدن و معرکه گرفتن و حاجی طلبان خوردن است. عمره یک عبادتی هست که پروردگار برایتان نصیب کرده است. یعنی شکرگزار پروردگار یگانه باشید که این عبادت را برایتان نصیب کرد. سپس حتما درباره عمره، که عمره چی هست، چرا باید مسلمان ها عمره کنند، در عمره کدام کارها فرض است، کدام کارها عمره شما را تماما باطل می سازد، و وقتی که به عمره می روید جایهایی که پیامبر در آنجا زیستن و قدم نهادند و پیدایش اسلام که از آنجا هست، یک معلومات بگیرید. یعنی هنوز به عمره نرفته حتما معلومات بگیرید، چون وقتی الله می گوید فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، از این آیت دلیل میگیرن که وقتی الله میگوید اول بدون که الله یگانه است و جز الله دیگر هیچ خدایی بر حق نیست، سپس برای خودت و مؤمنان طلب استغفار کن. از اینجا میبرد که اول بدون و بعدا عمل کن. یعنی عمره که انجام میدید دربارش باید معلومات داشته باشی. کورانه به عمره نروید حیران در آنجا اینجا کجا بوده است و هرچی راه بلد گوید میکنم گویا نروید. برای آنکه تقوا و خدا ترسی و عملی که شما انجام میدید دربارش اول معلومات داشته باشید، بعدا آن عمل کاملا ان شاء الله به امید الله با ثوابی بسیار به دست شما میرسد. بعد از اینکه شما درباره عمره معلومات گرفتید که هنوز نرفته هم، فقط با امیدی که الله روزی به ما نصیب کند میتوانید دربارهش معلومات گیرید، چون دانستن حج و عمره از فریضه های الله هست. دانستن حج و عمره مانند دانستن زکات و نماز و طهارت و اینها از فریضه های الله هست که باید بدونیم. این خیلی عیب است برای یک مسلمان که نداند عمره چی هست، حج چی هست، نداند زکات چی هست، که نمیدونم کی مایان همچون مسلمان سر بزنیم، دست بزنیم به کتاب و بگوییم که من درباره اون چیزی که الله به من فرض کرده است دربارش باید معلومات داشته باشم و بدانم، نه اینکه فقط از یک مولای میپرسم، از یک عالمه میپرسم و کفایه است. چیز دیگر درباره نیت هست. عمره هم مانند دیگر عملها حتما باید نیت خالصانه داشته باشد. یعنی هر خواهری که، هر مادری که هنوز به عمره نرفته، وقتی من از عمره می آیم الکی من حاجی می شوم، الکی من مانند فلانی می شوم، یک معرکه می گیرم و من دیگر به حاجی آشی همراه می شوم، می گویید شما نیتتان الکی ویران است، الکی ریا در آن آمیخته است. به خود برگردید، قلب خود را برای نیت صاف خالص کردن مجبورش سازید. چون خواه و ناخواه، خطا نکنم حسن بصری میگویند که سخت‌ترین چیز برای من نیتم رو خالص داشتن است، که هرچی نیت رو خالص میکنم باز از این سو و آن سو وسوسه شیطان و نفس و انسان‌های شیطانی داخل میشوند. یعنی حتما نیت رو خالص کنید که پروردگارا، من این سفری که به آن پول صرف میکنم، وقت صرف میکنم، این فقط برای خودت هست، برای انجام عبادتی تو هست، برای نماز خواندن در نزد خانه تو هست که از احترام زیاد آن را حتی الله بیت الله خانه خودش میگوید از اینکه خیلی نیاز به آن احترام میگذارد، نه اینکه نیاز دارد، نه اینکه الله به یگان مکان و به یگان خانه نیاز ندارد. پس نیت را حتما با دلتان مستحکم کنید تا ریا به آن داخل نشود و به زبان آوردن نیت شرط نیست. یعنی یگان نیتی مخصوصی نیست که به زبانتون بگید من نیت میکنم میروم به عمره هم چند روزه، این گونه نیت وجود ندارد. چیزی دیگر مسئله محرم است. عزیزان، درباره با محرم به راه آمدن، خیلی که در یک سوال جواب کوتاه هم گفته گذاشته بودم، بین علما اختلاف است. سفری که برای عبادت هست در آن ثواب دارد، به محرم آیا یک زن مسلمان رفته میتواند یا نه، اختلاف است. اما سفری که عادت هست، یعنی عادی برای رفته یک سیاحت کرده آمدن، نزد دوست و دوگانه رفتن، یک خرید رفتن، این همه اتفاقا جمهور علما اتفاق هستند که زنک به محرم نرود.
حتی نزدیک باشد هم. اما سفری که در آن عبادت است مانند حج کردن، علل خصوص عمره کردن که عمره هم چه خیلی گفتم در نزد بعضی علما فرض است، در این باره بین علما اختلاف است. مثلا در مذهب امام مالک و در مذهب امام شافعی، در قول راجح امام شافعی، وقتی که زن همراه خود همراهانی امانتدار دارد یا گفتیم رفقت الامینه دارد، یعنی همسفران دارد که در داخل آنها به او هیچ خطر تهدید نمی کند، همراهش یک گروهی به آن باوریناک هستند، زنک می تواند عمره کند و می تواند حج کند، می تواند عمره کند. و با این فتوای عربستان سعودی هم هست که اگر رفقه آمینه، شرطش رو ببینید که همراهش یک گروه باشند که در داخل آنها هیچ خطر او را تهدید نمی کند، مانند گروهی حاجیایی که هستند زنها با زنها، مردها با مردها، زنها جای خوابشان جدا، راه بلد همراهشان هست، ان شاءالله باکی ندارد. اما تک و تنها برآمده می روی، راه رو نمیدونی، هیچ چیز رو نمیدونی، مثلا یعنی در اینجا کسی به اون اجازه نمیدهد. رفقه آمینه یعنی یک گروه همراهی او هستند و حدیث در صحیح بخاری است که حضرت عمر رضی الله عنه همسران پیامبر را در زمان خلافت خود همراه عثمان ابن عفان و عبدالرحمن ابن عوف به حج گسیلانیده بودند و عمره هم وقتی که همراه زن یک گروه هستند که در داخل آنها یگان چه خیلی گفتم خوف و یگان خطر به او نیست، می تواند برود. البته در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه و در مذهب امام احمد جایز نیست، فقط در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه در بدایع صنایع هم هست، این در حاشیه ابن عابدین هم آمده است. یعنی عموما در همه کتاب های مبسوط سرخسی هم هست. مشهور مذهب احناف آمده است که اگر راه از 3 روز زیاد باشد زن نمیتواند برود، اگر از 3 روز کم باشد آن هم به شرطی که او را یگان خوف تهدید نکند او میتواند به سفر حج براید یا سفری که در آن گفتیم واجب است، سفرهایی که برایش فرض است براید. اینجا البته یک زن وقتی به محرم خود می رود، به پدر خود، به برادر خود، به پسر خود، به تقای خود، عمک خود، این بهترین است. یعنی بهترینش این است که از همه شبهه خارج شوید و همراه محرم روید. اما البته زن‌های هم هستند که خطا نکنم این قولی حضرت عایشه هم هست که وقتی به حضرت عایشه گفته می شود که به محرم یگان زن به سفر حج نبراید، حضرت عایشه میگویند آخر هر یک زن محرم یافته نمیتواند برای خودش، اینها چیکار کنن؟ هیچ عمره نکنن، هیچ فرض نکنن. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای الله هر کسی که شرایط راه را داشته باشد حج کردن فرض است، باید حج کند. همین آیت رو دلیل میگیرن مذهب مالک شافعی و میگوین الله حج رو فرض کرد و وقتی که زن هم برای زن هم همیشه فرض است و وقتی که خطر او را تهدید نمیکند و چه خیلی گفتیم همراه یک گروه هست یا رفقه دارد، همسفران دارد که به آنها باوری ناک هستند، ان شاء الله باکی ندارد. پس مسئله محرم مسئله اختلافی است که در زمان حاضر اگر ان شاء الله، چون فتواهای علمای معاصر هم هست، وقتی که شما با گروه می روید که هیچ خطر شما را تهدید نمی کند، با گروه گفته ایستادم، نه اینکه یک دخترک یک جوان بگیرد سمکه هایش خودش روانه شود، نه با گروه حاجی ها می روید که اونجا راه بلد دارید، اونجا حتی دکتر یا گفتیم طبیب در داخلش هست، اونجا کسی رو تهدیدی یگان مثلا دزدی و یگان پریشانی های دیگر نیست، ان شاء الله باکی ندارد. این درباره محرم بود. مسئله دیگر مسئله احرام است. خیلی میدونیم احرام پوشیدن برای مردها فرض است، چی در حج چی در عمره، و مرد اگر احرام نپوشد نه حجش درست است نه عمرهش، یعنی هر دویش هم باطل می شود. اما زنها با لباس خود احرام میکنید، یعنی همون لباسی که میپوشید که حتما باید وسیع باشد، حتما باید بدنتان نمایان نباشد، خود نمایگی و دقت جلب کننده نباشد کفایه هست. مثلا حدیث در بخاری است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن زن در وقت احرام بودنش نقاب نپوشد و دستپوش نپوشد، که یکی از دلیل های آنهایی که نقاب رو فرض نمیگن همین است که دست پوشیدن و روی پوشیدن رو پیامبر میگن عموما در حج نپوشید، اما با لباس عادیتون میکنید. یعنی شما از خانه برای اینکه شما در وقت فرودگاه رفتن که زنها برای لباس عوض کردن شرایط ندارن، یا اینکه در داخل هواپیما وقتی که میقات رو عبور میکنن ندارن، در داخل خانهتون پیش از برآمدن همون لباسی که با اون عمره میکنید اول غسل کرده، پیش از احرام پوشیدن غسل است. خیر زنها هم حتی حیض باشن هم
لباسشون رو میپوشند، با همون عمره میکنند. یعنی با همون لباس خودتون اگر یکی عوضش کردید که عمره خودش 2-3 ساعت دوام میکند، یعنی عمره چند روز مثل حج یک 6 روز نیست که شما اونجا رفته لباسم دیگر کنم چیز دیگر که درست میروید و با همون لباس خودتون عمره میکنید. اگر مثلا از بالایش رو کشیدید و لباسی وسیع‌تر یا گفتیم در همین خونگی حاضر سرمای حاضر پالتویتون رو کشیدید و با حجابی و کرتای دراز دیگر عمره کردید باکی نیست. یعنی زن ها لباس سفید، لباس مخصوص حج نداره، هر لباسی که دارید با اون پوشیده می روید. خطا نکنم بعضی شرکت هایی که شرکت های حج عمره هستند مخصوص میگن یک لباس سبز یا سفید یا یک چیز جلقه چیزی بپوشید که همون گروه ما نمایان شود یا کسی رو گم نکنیم که باکی ندارد. اما مردها، مسئله مردها از همون داخل هواپیما وقتی که نزدیک میشوند یا از داخل فرودگاه اگر لباس احرام نپوشیدن عمرهشون الکی باطل می شود، یعنی عمرهشون درست نیست. حتما باید برای عمره بپوشن. زنها گفتیم لباس خودشان رو میپوشن و زنک یعنی در عمره خواهران عزیز فقط 3 چیز حتمی هست برای شما. یکی یا حتی برای زنها 2 تا گویم همیشه، چون برای مردها احرام است. زنها فقط میروند طواف خانه الله میکنن، بعد از این بین صفا و مروه 7 بار سعی میکنن، راه میگردن. بعد از این میروند و موی سر خود را یک بغم یعنی مقدار اینقدر انگشت میبرن. مردها حتما احرام میپوشند. شما کار میکردگیتون فقط همین است، 7 بار طواف کردن و یعنی فرضش و بین صفا و مروه 7 بار سعی کردن. اما مثلا آب زمزم نوشیدن بعد از طواف این یک مستحب است یا سنت است میگن بعضی علما. یا پشتی بعد از 7 بار طواف کردن پشتی مقام ابراهیم 2 رکعت نماز خواندن، اگر اونجا شرایط نباشد در کجای خواستید نماز خواندن، یا رفتن و حجر الاسود رو قپیدن. اینها همه سنت است که یک نکردید هیچ گناهکار نمیشوید. پس شما با همون لباس خودتون عمره میکنید و همون وقتی که به هواپیما سوار شدید و حتما اونجا خبر میدن که الان وقتی میقات است، یعنی لبیک اللهم رو بگوید به دهانتان لبیک اللهم عمرتن گفته شروع میکنید که پروردگارا من عمرم رو برای تو شروع کردم. از همان وقت شما الکی در داخل عبادت عمره میشوید، در داخل یعنی محرم حساب میشوید. معنیش این است که شما داخل عمره شدید. از همون وقت ذکر رو شروع میکنید، یعنی چقدر ذکر کردید، علل خصوص از پیامبر آمده لبیک اللهم لبیک رو گفتید یا دیگر کدام دعا رو گفتید، الکی وقت عبادت شما هست. از همون وقتی که هواپیما سوار شدید شروع کنید به ذکر کردن و دعا کردن. و چه خیلی که گفتم شما در عبادت بزرگترینی است که نه به همه نصیب می شود. زبانتون همیشه ذکر باشد، همیشه دعا کنید. دعا هم بالاترین ذکر است. به هیچ چیز خودتون رو مشغول نسازید. یعنی از همون داخل هواپیما دعا رو شروع کردید و با همون لباس هایتون می آید 7 بار طواف میکنید و یعنی از جهت حجر الاسود شروع کرده که راه بلد حتما همراهتان است، به شما میگوید بعد از 7 بار طواف کردن که در طواف چقدر خواهید دعا کنید، چقدر خواهید لبیک اللهم بگوید، چقدر خواهید استغفار کنید. همه اینها ذکر هستند، همه اینها برایتان جایز است. بعد از این 2 رکعت نماز میخوانید. بعد از 2 رکعت نماز اگر آب زمزم می نوشید و می روید به صفا و مروه که در همان نزد کعبه است. یعنی بین صفا و کعبه هم در نزد صفا دعا کردن، ببخش صفا و مروه هم و پیش مروه رفته در مروه هم دعا کردن که دیگر اون کوه نیست و دیگر میدونیم یک کالیدار دراز هست. در هر رفت و آمد برای مردها کمی شتاب راه رفتن سنت باشد، زنها آرام راه میروند. در تمامش با صدای پستتان دعا میخوانید، لبیک اللهم میگید، استغفار میکنید. با تاجیکی باشد هم چی دعا کردید اون زمانی دعا هست و آن زمانی شما و پروردگارتان و عبادتتان است. به چیزی مشغول نشوید. خیلی که گفتم وای بر حالتان، اگر انا من در صفا هستم گویان ویدیو سازید، انا من در طواف هستم گویان ویدیو سازید. اونجا جای بلاگری و ویدیو سازی نیست، اونجا جای عبادتی است که شاید دیگر به شما هیچ نصیب نشود. شاید این لحظاتی که شما دارید میلیون ها آرزو داشته باشند که آن لحظات در آنها باشد. یعنی همیشه زبانتون قلبتون با اللهتون باشد. فکر کوچه و بیرون و این رو دیدم و آن رو دیدم. خواهرانی هم هستن میگن در وقتی طواف یک زنی رو دیدم این گونه پوشیده بود، یکی
سیاه پوسته رو دیدم این گونه بود. آخر تو در وقت عبادت هستی، چرا تو به این و به آن در آنجا هم مشغول شوی که آنهایی که در نزد کعبه برایتان عبادت نصیب نشد دیگر نمیدونم کی برایتان عبادت نصیب می شود. یعنی همیشه در بین صفا و مروه هم در آن هفت بار رفت و آمدن، در هفت طوافتان هم همیشه ذکر و فکر و ذکر و قلبتان همش در نزد پروردگار باشد. دعاهایتان، غمهایتان، مشکلیهایتان، آن همه آرزوهایتان که می خواهد پروردگار برایتان نصیب کند، البته اولش آرزوهای اخروی و آخرتی و توبه هایتان که چقدر در دل خودتان هم آگاه هستید از گناه هایتان به پروردگارتان ببرید. بعد از اینکه شما یعنی طواف کردید، 2 رکعت نماز خواندید، آب زمزم نوشیدید، آمدید و 7 بار سعی کردید، عمره شما تمام است. با همین می روید موی سرتان را مقدار 1 بوغم قیچی میزنید یا کسی قیچی میزند، دیگر شما برایتان مثلا هر چیزی که حرام بود مانند مثلا هم خوبگی و عطر زدن و ناخن گرفتن و اینها حلال می شود، برایتان حلال می شود. و وقتی که لباسی احرام رو کشیده دیگر شما کی خواستید آمده طواف عادی میکنید یا در نزد کعبه نماز میخونید، دیگر عمل ها میکنید. با همین یعنی با همین 2 چیز، یا گفتیم اگر نماز رو هم همراه کنیم سنت هایش کتی، با همین 4 چیزی که شما باید بکنید تمام می شود. و ذکرهایی که در آنجا، دعاهایی که میکنید بهترینش حفظ کنید یا حتی به تاجیکی هم دعا کنید با که ندارد. مسئله زیادی که خواهران میپرسن از من این مسئله حیض است. خواهرانی که میگویند آیا میتوانم من پیش از رفتن دارو خورم؟ برای دارو خوردن لجنه علما هم، علمای عربستان سعودی هم دیگر لجنه علمای مثلا مصر و دیگر دولت ها هم اجازه میدن که شما دارو خورید. اگر فکر کنید که می روید مثلا برای 20 روز یا برای 10 روز یا برای 2 هفته، 10 روزش یا 7 روزش حیض استید، اگر دارو خورید با که ندارد. اما مشکلی این است که اکثریت خواهرانی که دارو میخورن برعکس می شود. یعنی میگن از پس از دارو خوردن یعنی یکی خون می آید یکی نمی آید، عموما ما پریشان می شویم. برای همین کاش عمره شما یگان اگر 20 روزه باشد مثلا عموما حتی دارو نخورده در همون وقتی که حیض هستید انتظار میشوید و شما در اون وقت مثلا طواف نمی کنید. حتی سعی جایز است بین صفا و مروه به کسی که حیض است، فقط دعا کرده در اطراف میگردید و طواف نمی کنید و بعد از اینکه از حیض پاک شده طواف رو شروع میکنید. یعنی زنی که وقتی از خانه برآمدن حیض است حتی او نیت کرده میبراید، او با از همون فرودگاه حتی حیض باشد هم پروردگارا من عمرم رو شروع کردم گفته میبراید، فقط تا از حیض پاک شدنش انتظار می شود. همین که از حیض پاک شد خوش رو غسل می کند، بعد از غسل کردن می آید به طواف کردن و به سعی کردن، یعنی عمرش رو انجام دادن. فقط بعد از این که شما مثلا غسل کردید و گفتید من حاضر عمره رو شروع میکنم، چی مرد و چی زن یگان خیلی خوشبویی زدن ممکن نیست. حتی صابون هایی که از حد بوی عطر بلند دارن یعنی مخصوص برای خوشبویی آن رو استفاده کردن ممکن نیست. صابون هایی هستن که مخصوص برای خوشبویی استفاده میکنن نه برای تازه کردن. یعنی عموما به عطر و بهترش خوشبویی بلند صابون و اینها دست نزنید. بعد از اینکه شما گفتید الان من چیکار میکنم عمره میکنم، یگان خیلی عطر خوشبویی ممکن است و زنها فقط 1 بغم، من اینقدر فقط یعنی خیلی چند میشود 1 سانتی متر موی سرشان رو قیچی میزنن بعد از عمره کردن. اگر دویم بار عمره میکنم گفتن باز میروند و از مسجد عایشه خطا نکنم دورترک هست که دعا کنید برای بنده عمره نصیب باشد که من خودم شخصا عمره کردگی نیستم که دلم تپش میزند برایش، لیکن پروردگار با یگان حکمت دارد الان برای ما هنوز اجازت نیست. از مسجد عایشه میروند و احرام میپوشند. با همین عمره شما تمام میشود. و خیلی پیشتر هم گفتم عمره جای خرید نیست. خواهران عزیز، خواهرک که این عبادت رو الله برای تو مخصوص نصیبت کرد، عمره جای عبادت است. عمره جای خرید نیست، جای مغازه به مغازه گشتن نیست، یکی خوراک عربی خورم و یکی خوراک هندی خورم نیست. عمره جای با اینو با اون سلفی فرستادن نیست. عمره جای ویدیو ویزوف یا گفتیم
زنگ های گروهی کردن نیست، اونجا جای عبادت است. بگذار همون در چرا الله عمره و حج را برای ما فرض کرده است؟ او میخواد شما دنیا را ترک کنید، در این چند روز شما با عبادت باشید، نزد پروردگارتان باشید، بیمانید این همه دنیا را. یعنی هستند خواهرانی که کودکان خود را مانده می روند، در همون چند روز گریه کنان فقط به خانه زنگ میزنند انا من چی شدی؟ یا هستند نفرانی که می روند چه خیلی گفتم باید به دنیا خبر کشن که من الان در عبادت هستم، اونجا جای این کارها نیست. یا هستن خواهرانی که در عمره چی کار کردنشان معلوم نیست، اما چقدر خرید کردنشان دیگر همه از آن با خبر است. دنیا ببخشید، مکه و حج اگرچه جایز است، اور حرام نیست که شما یگان خرید کنید، یگان چیز هدیه بگیرید، اما این که فکر و ذکرتون خرید باشد و دیگر یگان شب شما در نزد کعبه نایستید، همچون اعتکاف گویه، یگان عبادت هایی که مثلا چندین رکعت نماز نخوانید، یگان قرآن در نزد خانه پروردگار نخوانید، اما این خرید و آن خرید و فقط خرید و فقط گشت و چه خیلی گفتم خوردن و علل خصوص این تلفن های نوبسامان شما باشد، باور کنید که خیلی پشیمانی است، خیلی ندامت است اگر شما عمره رو با این کارهایتان آلوده کردید. چه خیلی که همیشه توصیه میکنم، نصیحت میکنم برای خواهران عزیز، وقتی به این عبادت رفته ایستاده ای، تو و خالقت و عبادتت هست، همه دنیا رو کنار گذار. یکی از سخنهای خواهران بود، همین دیروز بود، میگویند من و شوهرم میگن عمره رفته ایستاده ایم، به شوهرم گفتم تو در اتاق جداگانه، من در اتاق جداگانه، من میخوام همون چند روزی که در عمره هستیم در نزدیکی کعبه هست مهمان خانه ما، من شبها بیایم خودم عبادت کنم، تو اجازت دهی و بگذار که همون 2 هفته که هستیم من این شبها را در نزد خانه پروردگار سپری کنم، من ناگفته های خود را به پروردگار بگویم، من از گناه های خودم توبه کنم، از پروردگار بخواهم که باز مرا به اینجا بیاورد. اما رفتیم چند خیش و تبار، اونجا هم غیبتمون رو کردیم، اونجا هم جنگ و جنجال، اونجا هم مشکلی خشتامنی و کلینی و بخیلی و خرید و نخرید و هدیه و تا آمدرم چی معرکه. دیگر نمیدونم این عمره برای چی هست اصلا، برای کی هست اصلا. یعنی در این مسئله امان که از ریا دور باشید، امان که از نفس پرستی و خودنمایی و خود را آرا دادن و لباس خوش رو پوشیدن و بعدا رفته دل چند نفر رو بردارم و فقط از پی خرید نه و از پی عبادت های خود باشیم. این بود صحبتی من همراه شما. چه خیلی گفتم یکی رفتید و حیض هستید، انتظار میشوید، از حیض که پاک شدید غسل میکنید و به عمرهتون شروع میکنید، اما گفتید نه من یگان داروی میخورم که کاملا حیض رو قطع میکند و این گونه میشده باشد، انشالله به این اجازت است و با که ندارد. ولی چه خیلی گفتم از روی تجربه که از چند خواهر شنیدم خیلی ضرر دارد و در عمرهتون هم بعد از این برعکس یکی میآید یکی نمیآید حیران میمانید. اما در وقتی مثلا در طواف کردن و در نماز خواندن و در ذکر و در اینها، وقتی که شما در وقت احرام هستید، تماما چه خیلی گفتم مهمترین چیز برایتون این است که دنیا رو ترک کنید و همیشه از پی عبادتی خود باشید. این بود صحبت کوتاه من، با امید که فهمیده باشید. هنوز بعضی چیزها رو اگر نفهمیده باشید انشالله در سوال و جواب ها درباره صحبت میکنیم. و درباره پول عمره مثلا که آیا زن میتواند با پول شخصی خودش برود، آیا زن میتواند با پول شوهرش برود، و درباره قرض گرفته رفتن به عمره که بعضی ها هم به این چیز رو برو شده ایستادن، یا درباره عمره گناهگاران، این مسئله یک مسئله کلانتر است. انشالله باز صحبت خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.